آخه آخه خب چه کار کنم؟ میگم که نگرم بری دور زنی به سر سرا بگیدی که کمه ملنگا پا تو باشه نداشته بشینم. آخه واخی واخی آخه چه کار گیلک جبا بدر شدی؟ نه نمیگه گاهی اشکا پا خب پا نمیجنم پا من از آخه گیلک جو شفا باشه برارمه سلامت بشی برا. او دیگه هست روزگار بسر هر کسی روزگار برارمه میایه دیگه. دیگه برا مادر تو بیامدم خیر بینم. تشکر. واقعا من به پیش اینا خیلی کم آمدم. دو من نیم انجیر بود بیاوردم. این تا انجیرها وای بود. که مسکه بود. اینا رو بخوردم باور کن 10-12 تا بیشتر رسید. 21 دونه لال نیلیلا تخم مرغ خونگی یاری هر کدوم برابر چی بگون خربیزه. مادرک شما خدا خیر بده. اما هرچی که ننه میگفته که حال زلیخای گفار نزنیم بعد ما و شما همسایه‌ایم نباید توقع چیزی داشته باشیم. نه ما گله که خیلی ما بچی خوبیه. چیکار کنیم؟ برای حالی هم بیامدم هوا بخوریم که وقتی گفتم پام چشه. خدای گیلک ما هم تو دوست دارم. خدا همی که خبر شدم تو همیت شدی همیت خیلی من فکر کرد شدم. اخلاق تو خوش دارم. که خدا هیچ کس شوخی نمیکنه مزیقی نی. نه ما آدم چوپیم با کسی ماما شاگل میگم به سالهای سال خود من نیلیلا گپ نمیزنه. خود من نه شوخی میکنن نه مزاق میکنم. اما میگم ما خوش دارم که نیلیلا شوخی کنم مزاق کنم. خود ما مثلا این گپا به سر چایا گاهی وقتی که میشینیم بگن گپ و موف انیته منتها امیر با تو بگم گیلا خو خدا به پی خیر تو بود که اکتور اگ آدم پول داره تکار کرد. اگر یک آدم غریبی به مثل من نبودی بداد برو. من میفهمم اگر انت خوش پاک کرده جرنگی لکوسی بداد یعنی بداد که تو به می زودی امان امول به در شدی و گشت مثلا بی میری اگر ما بودی لاقل یک 4-5 سال که تو مگر بشو با خونه بستر بودی یکی دیوم موندی ازی توان مم نمیکشید که تو مصرف کنم. همین راست بوده که گفته پول به خود داری ابرو با مردم. مثلا قدیم دروغ نبوده. این مردم قدیم هر چه که نگفتم درست دروغ نبوده. یعنی همین لکوسی که ما دارم مال ابرو به خود نگادشتم. ها دیگه انا میگم اگه مثل ما آدم غریبی بودی که تو تکار کردی لاقل 5 سال به شفاخونه مگر پرته بدی چرا من نمیتونستم دوی تو کرد آن تو به چند روز میشه تو بدر شدی چی به شفاخونه چند روز میشه بدر شدی نیم ساعت بیشتر نبود. خدا پیار تو میاد چند روز بستر بودی یک نیم ساعت خلاص. انا لازمی پیش برو که پول که دیشته باشی انگار که هر چیزی داری و تو که نداری نفر که تکار کرد کدیش دیگه با تو مصرف کا. چی گفتین شما اول ابرو چیکار شده؟ گفته پول که با خود داری ابرو با مردم داری. یعنی من که پول نداشته باشم هر کس به پیش هر کس من ابرویی دارم. انا که من ندارم مرتک مرغ مرده خورم به من نمیده. نه که مرتک گوشنی نون نداره خودی بخوره. اگه من مرغ مرده خب زیبودم بعد از کی بستم یار برو اگه نال نیلیلا به شرط دیخن دلازار نشی. اگه تو پول هم نداری یک پوری ابرویی هم نداری. نه ابی پولیه که من ندارم. نه از یک پوری ابرویی هم نداری. یک قصه به تو بگم گیلا تو آدم بی ابرویی میت کلون شدی. یک قصه به تو بگم شاید بخندیم. امیت می بی پولم که زن به خونه من نمیشینه گوشنگی یک سر میجه. نه بابا انا مولا کانو میبینی باز یعنی 10 روز 15 روز میجه گوشنمون بیچاره راه بگیری برابر کو. حال زندگی می به این طریق قرار گرفته. او بگی بله میری تبر میخزی صبر کن بیا گیلک جو شبکه استه یعنی می لاکو سی که به خونه تو هسته تو بالا میکنم اگه نه کال سلام علیکم تو هم نمیکردم بالا شو یار گیلک تو برابر یک کنتینری باور کو سنگینی بیا که تو از اینجا بالا کنم تو سیکو تو میگی من تیار شدم من که راه میرم نه دیگه تو تیار هست خب گردم میت کشیش خورد با بالا پا کنن لازم کشیش خورد به شونا خوب اندازم تو رو دیگه میته به خیر یا گیلک جو خدا حافظ خوش آمدید
لکوسی تو بخورم خودم میکنم نمیداختم من بخانم میدم کل ده آخه مانده نباشه ماما شاگل اشتانه گلا شفا باشه زنده باشیم ماما شاگل اشتنه خوبی تیاری جان خوب جاره. شدی بخیر بله یادگه ماما شاگل خوش خوب میشیم ما کشورهایی که تو خوب چی بخیر از کوچه تو ردم ببینی بگو باور کن شانس داشتی اشته آدم خوبی بود که تو بزد همون که بست داد آدم پولدار خوبی بوده اگر ما می بودیم باور کن دیگه میگستیم که به 1 سال ما دیگه نمیدیدیم تا همونجور به درد میچکیدی انال ماما جان پا من لغت نکنیم ماما تو برسته نه، شما پا نه. من لغت کده ماما پا من نرمه این جستاشی پیار گلمه خب حالا دعوا خود شما پاس آدم هم میسفیده اگه یکی تکر کنیم مجیم خب که پول نداشته باشیم مجبوریم بجین دیگه آخه تکر کردن آخه اون مصرف داره شفاخونه داره دوهی داره توالا داره خارج رفتن داره که تو ببرم به پاکستان ببرم به ایران ببرم اینا همه مصرفه از کجا می آوردیم ما شانس داشتی آدم خوب و پولداری بود میگه پول به خود داری ابرو به مردم درست فهمیدی انه به سر دورت خوب شدی انشالله خوب میشی میگن چند پول داد به تو اکوسی لکو 30,000 هم به تو خرجی داد حالا ما نانه میگفت که نانه انا تو حداقل تا به 1 سال مگرم بیکار بگردی سران هاری مجبوریم به 1 سال بزگاری بگیریم 40-50 به بزگر بدیم اگر آیرم تو هر روز به تو پاچک بخریم بگو یه خرجی نکنی همینا نگاه داری که باید به درد تو بخوره باز نه که بری بخو بدی موتر بخری یا سکیل بخری شما ماما شاگل فقط میگی پیار منم یا خوشحال منم که شما اینجا با من میگی پولا خرج نکنه بابا شما این صفایی میزنی ماما شاگل که چی بگم هر روز پاچک بگرده خب نشه جانو تو بخور هر چی میتونی بخوره زنده باشین خوب شدی بگی خرج آخه آمد دور بالا ببینم را زیباتر از دنیا ببینم جور باشه که جیر جان یاره هستی به خیلی سلامتی ایت 24 ساعت به تعمیدی فقط خوندن 4 بیتی گردن و بند باشه امیت را برون بشین و وقت خدم امیت خودی خود خوبای وقتی دمجمه میکنین دیگ میشین استاد شدی بیخی بخوندن چه کار کنین دیگه مجبورین ساعت خود تیر کنین دیگه کریری باید اگه بچه پول داری دیگه ساعت خود تیر میکنه میگم بله چه کار شد استی معامله تکر پیار تو گیلا ها بله چه کار شد معامله تکر پیار تو گیلا هیچی لالا رمزون پیار می بگی لکن پول دادم آره لکو 30,000 علارزاده هم بود اشتنی گیلا جو یارم کنه شدی بیچاره بیتارم گیلا چه کار اشتنی برو بیتارم نانه ما زنگ کجا میری بیا که یه خبر هستی بگیرم بیا به دیدن هم نشد که بریم بیا برو نانه ما زنگ زدن که به تو شله ما اختیار کردم یخ میکنه بیا شوله هرچی یخ یخ کنه برو مزه شلغه من نمیده اشتن پاتو چی؟ پاتو اشتن چت یاره شکر دیگه جامعاتو مصرف کردین رمزون بالی گیلک ماندو لکوسی مصرف شد من پول نم لکوسی لکوسی پول دادی یاره هرچند که مصرف شد باشم چند نمیشد خیلی هم مصرف شد نزدیکی شد برای به شوله میخوریم برای یار بشی برای ما خدا اختلاط میکنه خدا شفای بده تو بخیر شوله بشی مرغه استراحت کنید مرغا یک صده میه مرغ نانه من نانه حالا یک من لک 30,000 پول دیشته بشی بعد یک گوسفند شیشه کی نیست خدا برو پارزم ایتن نانه من مرغ داشتن فهمیدی مردنی بود مرغ مردنی بود تو گشتن به لک 30,000 نه میگه نه جای مرغ من مردنی خود نه نمیفهم کتش بده در جای مرغ من مردنی از این که بمره با شکم تو بمره بیتره گفتم بکشنم شاید امون مادر تو به تو بفروخته باشه کی؟ اما مرغ بعد 14 ریپه گفتم ایشتر نمیفهم
مرغ خور بوده بفروخته بسی. سجی جان به آقا سلام بگو. آه. اوگرکی سر گله گفته که باز غم مار بخوریم دیگه نه به بعد زمستون میشه با پوشکی بابا. بابا می ساعت غم تو پیار من نخو. درسته که جی جنازی بعد زمستون میشه بگو به پوشکی باب. چبلیا مرسی کو. تو از تیارتر نشدی پیار ما به تو خدمت نکنه دیگه چی میشه؟ به چله کلون تو به برخ و کورتی و رخت و جراب اینا نکردگی لگال خاطر این بیچاره پیار از اینطور بزده ولی با می زمستون از او پول سیوا بستینی تموس سیوا چه کار کنی لدارم از اون میگه بفتدی میگه میگه او کاشتی میگه نه ای بابا. حالا که ما ای بلای بعد بزدیم با موتور پیار ما بزد مجبوریم به طریق خودی نوچیر کنیم مصرفی رو بدیم خرجه برجه بدیم پینکسیامه بودن که پارسال همون بچگه پینک بش که براتون 6 ماه بس بشیشتم به خاطر که پول نداشتم که تداوی کنم. لدارم از اون تینیه حال با خدا را شکر دست پیار ما بود اگه دست پیار ما مثل دست شما تنگ نمیگو گردن اول پیار ما مگرم میرم میشیش حبس خور میکشی ای خدا پول داریش چه چیزیه پول به خود داری ابروی تباره به پیش مردم. شرایط همینه شرایط داری لالا رمضان به ساعت پول میچله میگه پول داری هم نداری اگه پیار تا مثل میمیت غریب غروبی نمیبود یا مگر عمر خورم مبس میشیش یا مگر بسته سال کار میکرد خرج گیلک میداد. بعد خدا حافظ خدا حافظ شما